سلام دوستان، مهدی فیزیکسر هستم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. حالتون چطوره؟ سلام و درود و وقت بخیر. سلام. آقای ناب چطورید؟ سلام. خب به هر حال یه رو بگیدید دولت آرناوالا خیلی خوش اومدید به فسفودی فیزیکسر. فری و شوریکا. برو بریم سراغ ویدیو. خب بسم الله الرحمن دوست الرحیم. داشتید بازی یاد دمتون اول گرم. کبابی افتادم آخ که منتشر کردیم و بچه ها به. منتشر کردن، لایک و کامنتاشو گفتن که پارت بعدم ازش بذاریم. اومدیم پارت دومه. بسم الله الرحمن. در کنار شما بله. نمیشیم ماشینمون عوض بریم کنیم؟ ببینیم که چه خبره. خب بسم زیر بیا الله. باز داخل. کنید مغازه رو. مارکت. کامپیوتر روشن کن. کامپیوتر. روشن کن. بسم الله الرحمن الرحیم. خب طبق معمول فری سالن کار، من رسپی، من باز دم کنم؟ بس. باز کن. وایسا. ببین چی داریم. امروز باید چی بخریم. برگه تو یخچال هست دیگه. وای نه کاغذ بگیر رو میخوام. بذار بیاد. بچه ها برید بردارید از ماشین. بچه ها یکی همت من کنه. سالن کارم. سالن کار. چند بسته کاغذ سفارش دادی؟ کاغذ الان میاد. بذارم بره. WC. برو. وایسا. برو دیگه. بیا. گاز بده. حله. ماشین بعدی. سرویس بهداشتی داری؟ بله. 100%. کامل رستوران. خب از الان بگم من اینجا رو نمیشونم ها، خودتون باید بیاد. من اینجا رو نمیتونم بشونم. پیشت کاغذ پس. وایسا ببینم الان میشه خرید. نه حرکت کرد رفت. ببین. آره. مون داخلش. الان اومد. نه خب نه اوکی. روشن کنم. صبر. رستورانمون لول 1. آقا یه دونه اومد. 2 تا 3 تا اومد. درجه کامیون باشه. اومد. 5 6 7 8 9 10 11 تا بگیر دارم میپزم همزمان. بده باز کن دیگه. اه. تمام شد. یه دو کاغذ دیگه هست. خب برو خداحافظ. وای بوق میزنی. مرتی همه رو با هم بله. می‌کنی. بله بذار من باز کنم حداقل بیان. نه زارات داخلیش یکی دوبل میخواد، یکی تک میخواد. حله. آماده میذارم که بمونه. بودا بیا هم بجه مشفری. ما تو کف من هم بجه مشفری. شفم من نه 96%. این مشفری مشفری چیه؟ هم بجر مصنوعی. هم بجه مشفری. مصنوعی. خیلی خوش اومدید قربان قدم نزدیک فرمودید. هم بجه های ما با اتود بهترین هم بجه های اتود چیه؟ اتود اسم مداد دوکیه. اتود هم بجه ساده. اندونه. من برم مزرعه رو چک کنم. سوخت. مزه چی؟ ها؟ مزه چی؟ نه هیچی. بذار دیگه گوزی، بذار تموم کن به دیگه. اصلا نمیذاره. سوخت. عذرخواهی میکنم. وایسا ببینم. بله خب آماده است. بذار خاک تو سر. بله آماده است. بذار مهدی جان بیار دیگه بیار. با منی. سلام. چی میخوای شما؟ گودی بیا یه لحظه حواست به فر باشه. گودی بیا حواست به فر باشه. نسوزن اونا. اینا به امید کی ول کردی رفتی داداش؟ گودی بودو وایسا این هم بجه رو بده من ببرم. چی میخوای؟ بیا فری چی برس. میخوام؟ من بگه ساده. 10. آماده است. چجوریه؟ بده من بزن زمین. بیا اینو بفرست بده. 17 سو 17
گوچی داشت من تازه آشپزی میکنم 17 بیا 17 بده برکت سطل آشغال بیا اینو راه بنداز بده خوب باخته آره اینو بیا راه بنداز بده سیاه شد تموم شد گوچی مهدی خودت باید بخش خودتو مدیریت کنی به من چه؟ سیاه شد تموم شد آشپز خوبی نمیشه گوچی هلو چی میخواد من مشکل پیل دارم فکر کنم ها؟ اونو بذار بعد بردار اون فیشو باید بذاری بعد برداری کجا بزنم کجا بزنم آها بذار زمین ببینم اعصابت خونسرد باش این فیش 3 دوبل بگیر بیا دوبل بگیر لطفا دوبل بگیر بودو بیا دوبل بگیر دوبل بگیر بذار اینجا لیول اپ شده چیا باز شد 3 یه همبرگر معمولی بفرما این مال این نیست بیا همونه مال همونه بلند شد رفت دوبل بگیر بودین آره دوبار دوبل بگیر باشه این دوبل برگر چرا اسمشو نمی نویسه باز کنیم چجوری باز کنیم بذار آقا بذار اونایی که دادن برگر معمولیه برو بده این رسیدشو عوض کن رسید این 3 رو عوض کن وایسا سب کن بیا 16 خب الان گوزی الان اینو که میذاری این دوبل الان ببرم بلند میشم میرم دوبل نیست بارفت برگره مهدی تو اشتباه کردی ها باشه آقا باش مدیریت نادرست شماست 3 وارب یعنی چی وارب بجید 3 بده 3 رو دادم 3 نیست که 3 بلند شده خورده رفته بذار جدید چنده 8 هست 2 دادیم 8 دادیم کمک آی مهدی خودت باید بخش خودتو نه مدیریت کنی کمک از نظر ماشین اومده خب بگیرم داره اینم میسوزه 8 نیست 8 هم اشتباه شد بیا اون چه کوفتیم بده من بندازم بیرون اونو به هر کی میگه این نیست بابا یکی بلد خوشش نیومد دیگه باید بندازیم ستاش کن 13 دو وایسا ببینم کاغذ برگر کو کاغذ برگر بده کاغذ برگر آها 13 دوبل برگر میخواد نه بده 13 بابا اینا چرا بلند میشن میرن گوتی این همبرگر رو بنداز سطح آشغال این شومه Hello. چی میگه؟ نکنه با شیشه آشور میخواد نه بابا همبرگر معمولیه این گذاشتم ما اینجا معمولیه فریبرز معمولی فریبرز بری معمولیه بده به این میخوام بده به دو به 5 وایسا آه ناکن خیلی خوش اومدی ناکن. بفرما خب برگر میخواید بازم یا برم من معمولی بده معمولی بدم ندادید مگه ادام وایسا درست حسابی هلو بده ببینم هلوی دو کنف خب تموم شد 2 بلند شد رفت قهر کرد گوشه درک درجه با یکسان میشه 13 میخوای منم برم تو آشپزخونه گوزی تو نه. سالن چیز باش نه فری تو بیا نه بالا سالن مدیریت تو نه فری بسم الله تو نه الرحمن الرحیم برو کنار آقا دست زن به اینا بسم الله الرحمن الرحیم تو دست زن به یه اینا بگی معمولی تو بدید نونا رو آماده کن زیر نونان نباید روی نونا بیفته یعنی زیرش باید زیر باشه رویش باید رو باشه هم به چیز اضافه چفچیر اضافه رو بده من فری وایستا بابا درصدش مهمه اینا فری برز یه دو برگر یا همبرگر اینا ها مهد این نیست مگه اینجا وایستا فری برز آه. اوه
یه دوبل برگر یا همبرگر 11 دوبله خوبه نسوختن. دقیق 72 سینیو بیار. خب حله. بیا این ته برگر. ته برگر شارژ شد. پری برگر رو شارژ میکنم اسمبل کن تو. الان چی میخوای گوزی؟ این درست نبود بچه فکر کنم نوناشو دارید درست نمیذارید. نون بالا سوخت. رو میذارید تهشو دارید میذارید بالاش. مگه اونا موثره؟ بله موثره. بله سوخت برگر رو سوخت. برس بیا ته برگر. دارم به نون اشاره میکنم. ته مشکل برگر. نون دارم. ته جدی برگر. میگی؟ به خدا غلط کردی برگردون خب دستت دیگه. ته برگره دیگه گذاشته. آره فری من گوشتا رو میذارم تو اسمبلشون کن. اوکی باشه. دوبل برگر میخوای الان گوزی؟ آره یه دوبل بده. بیا این دوبل برگر. دوبل نونشو درست زدی؟ بله 11 الان چی بدم؟ میز 11 گم شو. میز 11 بده. میسوزه برا من هی برگره. آفرین همین درسته همین. همین؟ فرمون ادامه بدی. دو تا همبرگر معمولی با نونای درست. الان آماده میم با نونای درست. والا به خدا سر ته میزنن ته نون ته نون میزنن سر نون. گوزی؟ فری با کفگیر بردارا هم بگیر رو. بله دخالت نباید دخالت داشته باشه. بفرمایید. ته برگر. یه دونه دیگه هم ته برگر بدید سلام جانم. یه ته برگر دیگه اومد سفر. نه دوبل برگر اومد سفرش. دوبله؟ آره دوبله. خدا بده یه ته بده. همبرگر ته آماده یا کن. دوبل؟ ته یا دوبل بگو. دوبل آخه فری اومده راحت شد. سوخت. نوشه جان این خوب را میندازی مشتری رو. بیا دوبل. ایول هم دوبل 16 میز شماره 16 الان ته بدم. میز شماره 16 کن. وضعیت فری رو نگاه کن. نوشه جان بفهمید خیلی خوش اومده. بیا ته برگر. آیوانت داد کجی دوبل برگر میخواد یکی. ته برگر گذاشتم. ته برگر. الان ته گذاشتی؟ بله تک اون. یه دوبلم بدید. الان دوبل میدم. نونو باید بزنم اینجا اجازه بده الان. سکون الان دوبل میخوای گوزی؟ آره بفهم واسه نوشه جان پختر حرفه‌ای ام من گوجی. پختر حرفه‌ای دیگه چی؟ دوبل. دوبل. سلام بفهم. این دوبله گذاشتی؟ بله دوبله شماره 7 فری بله. شماره 7 برو. چی میخوای الان؟ شب شارژ کنم دوباره بگیر یا نه؟ نه بس زیاده برگیرا خب بس. پولا رو جمع کنیم. بابا اینقدر برگر بیا. این چی میخواد این بزرگ؟ کی؟ نه بزرگی ماست. بزرگ مای. آقا دوبله برگر میخواد. شماره 9 دوبله برگر. دوبله برگر. متین چرا به وسایل های من دست میده؟ کفگیر من کو؟ ها؟ کفگیر من کو؟ گذاشتم. همبرگر یا دوبلبرگر؟ یه همبرگر یه دوبلبرگر. اینجا کاغذ برات آماده کردم فری. این نکن. دوبل برگر. این دوبل برگر. هلو هلای دو هلای تا همبرگر یه دوبلبرگر. این دوبل برگر گذاشتم اونجا. یه دونه گذاشتی اینجا دوبلبرگره؟ آره
بیا این همبرگر. ببین این دوبل بیجره با بیا اینم بیا ببر اینا رو بده پسر جان. بیا فری ببین میزت چجوری شد. آره ببین میزت چجوری شد. از بالا هم کاغذ بردار هم نون بردار. آفرین برکت. میتونی وایسا. آقا همه سفارش های داریم خوب تحویل میدیم. 12 چی میخواد دوبل بیجت. اینو بذارم اینجا. پاخت تمومه. اینو میذارم اینجا، اینو میذارم اینجا، اینو میذارم اینجا. لول 18 به بعد اینو میدم به این، اینو میدم به این، اینو میدم به این، اینو میدم به این، اینم به این، اینم به این، اینم به این. This application not active no. فعلا. بیا گوجی اینو بده به پسر جان. بیا اینجا. کامپیوتر رو بستیم. پسر جان. پسر جان چیه؟ 12 بده. پسر جان. 15 چی میخواست؟ 15 همبرگر میخواد. چرا به من نمیگی؟ ببینید دیگه شما خودت اونجا چی کارید پس؟ چی گفت؟ فریبرز؟ نمیدونم یه چی گفت دیگه ولش. همه چی آماده است. درا رو میبندیم. بیا 15 اینو ببر پسر جان. 15 بده. اوکی بیا رسیدشمون. نیاز که نداری. ببر بده پسر جان. 15 کو پسر جان 15 نیست اصلا. خودت بخور. تمام شد. وایسا پولا رو جمع کنیم. چجوری جمع کنیم پولا رو؟ از رو میزا دیگه وقتی میخورن. 828 فکر کنم فردا بیاد پولا ها. امروز کار کشیدن فردا میخواد به تو حساب. دوبار. نه مدیریت اولش یکم نادرست بود. خیلی از پولا رو ریختیم دور. ریختیم تو چاه. بیا یواش داریم. حساب کار داره دست میاد. آره. اگه پینگ من هر از گاهی یاری کنه سکته میکنه انگار. برکت درا رو ببندید. باید اینجا سیستم تمیز خاموش کنیم. شد. سیستم خاموش شد. درم که بستیم. اینم که تمومه. اینم از دره. پایان روز کاری. کامپیوتر بستی؟ آره. گودی بدو. بدوید برو بریم. به 19. آها آمار یواش داره مثبت میشه. امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت مالتون نره تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ.